الپرین ایست. داده‌ات گفت که از ماشین بیرون نبرای. آخه رفتم در اتوبوس است. الپرین به تو میگویم ایست. الپرین. الپرین ایست. الپرین ایست. یو رفته. ایرو همانده. کار میکنی تو. بیا از اینجا زودتر رویم. این پلیسا شناختی؟ بیا من. راکی یافتم حاضر کارش رو حل میکنم. الپرین اینجا بیا پام رو خلاص کنه. شما در اینجا چیکار میکنه؟ روید از اینجا. دادم نسازن نجادید بمبایی گازدار دیقاب ها رو پشت گفتم که حاضر میارم. مکن این قبها رو زیر ایوال قرار دادم. برآمدن نمیشود. زودتر. یکیت مثل انسان به بیرون برو. تنها تو را میخواهم. اگر نبرای از پس تو چندین انسان ها میمورند. آمدنی هم پیکست اما اجازت نمیدهند. اینجا همه روزیان که با هم یک جا بمیریم. مجبوری خودت آمده مرا بگیری. نباشد در حال آدم هایم را به دیگر طرف میفرستم. هر دویمان تنها مانده با ذوق مزه قتل تو را چشم. بمب های گازدار را برآورده به درون پرتوید. زودتر باشید. احتیاط باشید. فکری عالی جناب، یک حیله فریب کرده ما را از اینجا نجات دهید. مدیرم التماس میکنم ما را نجات دهید. جناب گریخته آنها را کشید. هیچ کدام از آنها زنده نماند. اصلا ما رو سرده. اپا نمیدونم. با شما بودم از اینجا دادا اپا رو نجات ده. نیقاب هایتون را آورده پوشید. به درون می درایم. زودتر. در را کشاید ماند که درایم. نفری در آمده را میپراند رفیقان. یگان چیز رو نمیبینید. بسوی در دل پرانه. تنها بسوی در پرانه گفتم. آماده هستی یگیت؟ آمدم که تو را دستگیر کنم. مرحمت بیا پیکس. ما و تو تنها به تنها میجنگیم. تنها سرت برای من کافی است. آخرین مراتب به تو میگویم تسلیم میشوی. برای لخیدن آمدی یا برای جنگیدن پیکس؟ گناه از من ساقط شد. میآیم جانکم. یک تا همه‌شون رو میپرانیم. زودتر به درون درآید. سر کردیم. یگید دیگر مقاومت نشان دادن نمیتوانید. طاقت کردن نمیشود. از اینجا برآمدن لازم. از اینجا تنها مرده میبرد. ثابت دیوانگی نکن. تو از همه ما دیدن لازم میباشی. باید تو زنده مانی. ثابت اگر مریم همه یک جا میموریم. اگر زنده مانیم همه یک جا زنده میمانیم. برا فهمیدی؟ زودتر. علاج کرده باید از این ابلهان نجات یابیم. یگید خیری اکی صاحب چی شد؟
یگید رو درحال از اینجا برو. شما چی؟ چی دیگه گفتم اجرا کن. فهمیدم اما از اینجا چی خیلی برایم؟ در خفا یک دری مخفی می باشد. با طرف دیگر می برایم. با دقت باش. و یگید یکان ذره نرسد. اگر یکان ذره به مدیرم رسدی من میمرم ها؟ تستر برو. زودتر برایم. من بسیار ترسیدم که یبان حادثه رو خونه دیها. زودتر باشه برایم. دادام بودشو Kaki Naci. زودتر برایم. دادا زودتر برایم. Daka, şunu hemen oraya Daka. اول شما Kaki یگید کجاست؟ نمیدانم. شاید به سیر گشت باغ رفته باشد. یاری دیه دادم یاری دیه شما دادم یاری دیه درون کشوه دادم برایم بسوزه دادم Kurtar bana. داداجون خدا رو بسه دادم داداجون بیا از اینجا دورتر هدیت این مرد چه خیلی نمیمورد ها؟ Polisi olmadan pesi megureze. تو رو من تا جون این پلیس رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. تو دیوانه شدی. رفتم گفتم. وای خدا جان این مدیرم اینقدر وزنین بودند میان نکن. وای مادر جان. وای سرم. من در کجایم؟ سرم. خیری من در کجایم؟ در جای خودمون هستیم مدیرم. ما کی به اینجا آمدیم؟ زیر اومدیم. ثابت در کجاست خیری؟ با خدا مدیرم اکای ثابت شما رو مجبور برآورده خودشون آنجا موندند. ای خیری آنها که در آنجا باشند. تو چرا مرا با اینجا آوردی؟ میگویم؟ من شما رو نآوردم. اکای ثابت شما رو زده بیهوش کرد. بعد گفت که خیری یگید رو ببر از اینجا ببر. با خدا گفت که پیکاس نباید یگید رو یابد. حیفی تو خیری حیفی تو. گفته اینو کردم. اوف من چیکار کردم؟ همه من رو تانه میزند. بیزار شدم. این چی حال هستن؟ مدیرم
мудирам ба куҷо меравед? рафта бинам ҳолашон чӣ шуда бошад. мурам ҳам шуморо танҳо намегузорам. ман ҳам меравам. биё рафтем. ҳамлагаронро дидед? Не, ба худо мо интизор будем ки автобус ҳаракат кунад. ногаҳон аз чор тараф оташ аланга гирифт. Шумо дида тавонистед? Не, ман ҳам надидам. бинам ки мошино оташ фаро гирифтааст. майлаш ташаккури зиёд. хуб ҳастед духтар? гуноҳи ман шуд. қаҳратон омадада. бале. ҳеҷ гӯ гапи шуморо намегардонам. хоҳиш мекунам маро бубахшед. агар шуморо дарёфт намекардам, аммо дарёфт кардед. пушаймонам дада. ба куҷое ки хоҳед меравам. шумо ҳамроҳамон бошед. куфист. Нурбону, хуб ҳастӣ духтарам? бачаҷон пушаймонам. илтимос маро бошед. хайр майлашон марш гузар духтарам. акнун гирем. дар инҷо чӣ воқеа? якчанд нафар автобусро оташ заданд. сардорам ин корро бесим кард. бале, онҳо буданд. гурехтанд. ман бо ин кор худам сару кор мегирам. акаи наҷиб шумо хубед? хубам. ташаккур ака. ба худо ҳаёти ҳамамонро ту наҷот додӣ. ташаккури зиёд акаҷон. ҳамаамон бояд садақае бикунем. худованд ёрдам дод ва наҷот гирифтем. худо худо баракат оқибаташро ба хайр диҳад. биёрад. собит ту дар куҷоӣ? ҳамаро куштанд. мудирам, нигоҳ кунед, дар ин ҷо ярадоре аст. ором бош аст, ором бош. хайри, ёрии таҷилиро ҷазан, зудтар. ба ёрии таҷилӣ чӣ гӯям? ҷойи махфии зеризаминӣ гӯям? чӣ гӯям? хайри, ором бош дӯстан, бо ман гап назан. собит дар куҷост? куштанд магар? ё ӯро бурданд? ва ӯ чӣ кор карданд? гап зан бародар, гап зан. акаи собитро магар ӯро бурданд? кас гап зан бародар, бо ӯ чӣ кор карданд? гап зан, бо ӯ чӣ кор карданд? ором бош, ором бош. хайри, зудтар барои бастани ярра ягон чиз биёр, зудтар. сардорам, акаи собитро наҷот собитро сардорам, собитро наҷот. ором шав дӯстам, худатро хаста накун, ором шав. پیکسی رزیل، حیوانی پلید میکشمد. چندین روز کافت و کاب کردیم، چندین انسانها را کشتیم، چندین آدمهایمان را از دست دادیم، اما تا حال میخواستگیم را به دست نآوردم. ثابت، در چشمم مثل این دند و کابه قدر نداری. آیا این را میدانی؟ زنده بودن یا مرده بودنت برای من فرقی ندارد. به من یکی در کار.
اینقدر زحمت را برای تو کردم. حالا بگو او کجا رفت؟ تو یگید رو از من خوبتر میدونی. بای با عقلی خودش رفتار میکند. کی میدوند که حالا او در کجاست؟ خیلی زیق شدم. این جوابی میخواستگی من نبود. ثابت میدانی که مادرم در آغوش من وفات کرده است. نمیدانی. میدانی که دوستان را در پیش چشمت از دست دادن چگونه حسیات را در بر میگیرد. اگر خواهی حافظه عقلت را یک تازه کنم، مرد ایوین این خیل مرد. همین خیل نه؟ مرد ایوین نمرده است بیکس. نامش یگید شده است و خلاص. یگید در کجاست؟ جواب ندهی آدمت را میکشم. معلوم که نمیدانی. به ناموس، به ایمان، به شرف. تا سخن کردنت آدمهایت را کشتن میگیرم. خود را به نادانی انداخته آدمهایت را به مرگ میدهی. یک بار فکر کن. به فکری تو یگید ارزنده این کار میباشد؟ به فکری من نی. کنی بگو ثابت، یگید در کجاست؟ همش گذشت گذشت. بیایید به خانه میرویم. سردارم دیدید؟ شما که روید میبینید که چی ها میشود. آقای نجیب التماس نروید. دیدید آخر همه ما به شما احتیاج داریم. رفیقان، مرا زیر فشار قرار ندید. من خودم نرفتم. از طرف تشکیلات مرا پیش کردم. نباید شما مرا دعوت کنید، بلکه آنها این کار را باید کنند. در این موضوع دیگر گپ نمیزنیم. به این هم به دلم زد. ما رو پرتوفته میروید، پس چی میشود سردار؟ میدان از آنها میشود. کدام وقتی که خواهند اتوبوس را آتش میزنند، کدام وقتی که خواهند در شهر فتنه میانگیزند. آنها هر وقتی که خواهند سوءقصد، انقلاب، همه کارو میکنند. من پیش روی آنها را میگیرم مگر؟ از برای خدا. سردارم صبر و غیرت رو از شما آموختیم. شما فکر میکنید که ما در این تشکیلات برای شکم سر کردن ایستاده ایم؟ با این گونه بهانه و به هر طرف گریخته نمیشود. حسیات ما رو بیدار مکن ممدو. قوه من تمام شده کنم. نجیب کودکان خونو خوردن، زودتر باش. میرویم. گوش کنید. هر دویتون دوستی من میباشید. التجا میکنم که دیگر این مسئله رو بررسی نکنید. بیاید رفتیم. یکی در کجاست؟ گبزن میگویم. زبانت را فرو بردی. نباشد تو را میپرانم. اکای ثابت یکو چیز رو نمیدوند. همین خیلی نه اکای ثابت. وای چرا تبریک میکنم. آدم های ثابت بسیار صادق بودن. خوب تربیه کرده ای. چقدر که میخواهی تهدید شکنجه کن. اگر خواهی مرا کش، یگان کس گپ نمیزند. یکی سردار در آخر تو رو مییابد. گلویت رو نمیتواند. با من بازی هم میکند. ببره دورا. حیوانی نابکار! حیوانی نابکار! نپران! قلنگ رو سر کن. لقمه کلان را دوست می‌دارم. از این سبب تو را میکشم. با ذوق و حلاوت.
با دقت باشید. برای چی آن قوطی ها را بالا به بالا گذاشتید؟ شکسته بار است. بله تماشابینان محترم، برای به سفر به ارزرون ما تیاری دیده ایستاده ایم. همه خانواده کوچشون رو به ماشین بار میکنن. بله چی طوری که میبینید چند کارگران رو دیوانه کرده بچم ایستادن. چیکار میکنی؟ من یک طرف کامیرا رو اشیاء رو جمع کردی؟ احتیاط کنید. بسیار خوب، رفته کار رو نظارت کن. التماس با دقت باشید. الپرین مسئله مکتب رو چیکار میکنی؟ نمیدونم، دادام حل کرده است. خونه نو، مکتبی نو، رفیقانی نو. چه خیلی عادت میکنی؟ با خدا نمیدونم. حالا این رو فکر نکردم. یک بار به ضد دادام اسیان کردم، قریب بود که میسوختم. بعد از این چیزی که گویند از گپشون نمیبرویم. رو از اینجا الپرین؟ با بالای این تو رو هم عذاب دادم. کی به راه میبرایید؟ اشیاء رو روان کردیم. خودمون شب میرویم. من تو رو بسیار یاد میکنم. من هم. یگان کس فکر نمیکرد که عاقبت کار این خیلی میشود. نبای این را بین، هر کدومی ما به هر جا تقسیم شده ایستاده ایم. مندرس و حلیمه را کم که گسیل کردیم. یگید با کارهای خودش مشغول. ما هم میرویم. تقدیر؟ روزهای خوب نیست تقدیر نبود. تنها روزهای بد را تقدیر میگویی. به فکری من خودت را دلبرداری میکنی اما موفق نمیشوی. نجیب به تو چه ها شده ایستاده است؟ یکمین بار است که تو را اینقدر ناامید میبینم. از همه چیز دست کشیدی. از یگان چیز دست نکشیدم. تنها از شخصانی که از من دست کشیدن از آنها دست میکشم. حال کردی رانو؟ مرحمت رفیق سردار. من رفتن این را آویزون میکنم. پیکس! در کجایی؟ مرد باشی برا! صاحب در کجاست؟ گپ زن! روز شد که یگان کس رفت آمد نمیکنه. دروغ نگه، حاضر از پیشانیت میپرونم. با خدا راست میگویم. در کجاست؟ در کجا صاحبت؟ گپ زن! رزیلی پلی در کجاست؟ نمیدونم که قسم میخورم. دروغ نگه! تو میدانی که در کجاست؟ دروغ نگه! نمیدونم. گپ زن میگویم! دروغ نگه! گپ زن! در کجاست؟ تو چی کار کردی ها خیری؟ نمیدونم مدیرم، شما که داد و فریاد کردید من ناگهان ای ابله با احساسات داده شدم. ناگهان پراندم او رو. آخر او را به گپ میدر آوردیم. قریب که به گپ میدر آوردیم. برای چی او را به سرش پراندی؟ پراندم همین خیلی. ای خدا، حاضر یک دقیقه. برادر کنی خیز، با خدا خطا کردم. ای ابله دیوانه، نابکار بی استعداد. آن سرش را، مغز سرش را بارا کردی و باز خیز میگویی ها؟ مدیرم به فکرم این از شما وابستگی دارد. شما که چه سحر جادویی کردید. من به هیجان آمدم، پراندم. خاموش، گپ نزن. خدا خودش تو را جزا دهد نابکار. پیکس! حالا با مهمان گرامی درباره اسناد مذکور مصاحبه میکنیم. دو روز پیش در یکی از قرارگاه استانبول زد و خورد سر زده بود که صدها نفر به هلاکت رسیدند. تا حال این مسئله روشن نشده است و خصوصا مقامات این پیکس رزیل ثابت را به کجا برده باشد خیری؟ نمیدونم مدیرم، شما در بین آنها بودید. یگان جای مخصوص ندارم. آنها در همه جا
در همه جا مکان دارند. آنها به همه جا راه می‌یابند. پروفسور کایا مینیک در مهمانی ما میباشد. خب آقای مینیک، فکر شما آید حادثه‌های آخر چیست؟ چخیل باید شود دوستی عزیز؟ رذالت است. گویا که در یک دولتی بی صاحب زندگی کرده ایستادیم و شما آیا نمیگفتیم؟ داد زدن نمیفهماندیم. حالا دیدید آدم‌ها مافیای خودشون رو تشکیل کردند. نفهماندیم رفیقان، گناهکار انقلاب است. ارگین کندو است. گویا که سفسطه‌های بسیار میبافند. از انقلاب سخن کردید. چطوری که میدونید نقشه انقلاب عیان شد. در آنجا بعضی از ژورنالیستان را دستگیر کردند، اما شما را در آن روی خط ندیدیم. چخیلی که خیلی کردید 36 ژورنالیستی که دستگیر کردند، در بین آنها نفرانی هستند که تا حال از دهانشان بوی شیر میآید. مایزده ها نیز هستند، مثل من شخصان نیستند. این گونه انقلاب را حتی قماندان های اوگنده هم نمی کنند. این کارهای دیوانه و احمقان می باشند. احمقان. نابکار چی نقشه دارد اما گویا که مسجد را زیر بمب قرار می دادند. اینجا مگر پتاگونیا لشکری که نام الله را گرفته راه می گردند، نخواد که خانه خدا را زیر بمب قرار دهند. من این ریاکاران دینی را خوب می دانم. آنها مسجد را زیر بمب قرار می دهند و گناهش را به گردن ما بار می کنند. همین طور از روی منطق فکر کنیم. اگر باید این را گفت، این قوه های ریاکار با یک ماشین پر از بمب است سینگاگ موسویان را زیر بمب قرار ندادند، مگر شخصی که سینگاگ را ترک کند مسجد را هم بترک کند. همینطور نه مگر؟ این مینیک در سرویران کردن و در دل شوراندن از خنده بسیار مرا میکشد. جناب باز درویه هم می باشد. اما تا حال انسان ها با او باور می کنند. مینیک می گویند باز گوشش هم می کنند. گوش می کنند. مینیک به آنها خبرهای مهم می گوید. بعضی انسان ها حقیقت را نمی خواهند گوش کنند، سخنانی می خواهند که آن را گوش می کنند. آره جناب، این حادثه فتنه انگیزی انقلابی که تا حال ناممان در زیر حجت ها موجود است، به این نگاه نکرده اگر در تیوی سخن کنیم ما را گوش کرده با ما احسن میگویند. حافظه جمعیت مثل عقل ماهیان می باشد. دکتر عزیز، اگر این خیل نمی شدن اینقدر تشبوسی که برای انقلاب کردیم، پس بحث میکردن که امروز یا فردا انقلاب می شود یا نه؟ اجازه دید یک نقطه دیگر را بیان کنم. مدیر روزنامه‌ای که به ایست نقشه های انقلاب را نشر می کند کیست؟ پدر این شخص در حادثه های 12 سپتامبر در صف انقلابیون بود یا مگر نبود؟ آیا میدونید شما؟ جوابش را از شما انتظاریم. این شخص در صف انقلابیون بود. حالا باشد پسر این شخص حق دارد که به ما درس دموکراسی دهد. حال ما را بینید و حال آنهایی را بینید که هر روز خلق را درس دموکراسی میدهند. آیا نخواد که ما از گروه جامعه و جلکدار که با یاری ساروس محتاج میباشند درس عبرت گیریم؟ این روزنامه را چه نشر میکنند؟ از کجا مبلغ میگیرند؟ اول باید این را به ما شرح دهند. انا همین طور. این رو بینه بیشرف خدا میزند باز با جایی که سخن گفته ایستاده است. وقتی که یگان حادثه شد در حال بلندگویک رو به او دراز میکنند. البته یگان خبری مهمه به گوشش رسیده است. آفرین خیری، یگان کس به او معلومات داده است، اما حاضر ما او را ربوده آگاه میشویم. بعد میبینیم چطور سخن میگوید. مدیرم اگر خواهید نوبکار رو مثل بابای برفی کرده سبزیش رو با دست خودم به بینیش میخرانم. این پخشی مستقیم باشد؟ بله، نه پخشی مستقیم. باز رمز است. او را در نظر ندارم خیری. نوار را میگویم. این نوار پخشی مستقیم است. بله مستقیم. نباشد راه کرد. میرویم. تماشابینان محترم، ما باز یک دور دیگر را بسی سر کردیم. خانه فروشی در اینجا الپره یلماز به دنیا آمده است. این حالت را دیده حیران نشوید. این را میبینید اهل خانواده در غم و غصه‌اند. نجیب یلماز اوچم، همسرش هنر یلماز، اشک چشمش را بینید. دور شو از پیشم. نوار گرفته ایستادم. الپره حاضر از دستت گرفته پورا میکنم. اوهو، این دختر زیبا برای خیر و خوش آمده است.
البرین قسم میخونم که کامرات رو میشکنم. تهدید اغوا و چیزهای دیگر موجود است. چی طوره که میبینید تماشابینان محترم در حالت مشکل نوار گرفته ایستادند. دادا یک سوال دارم. بگو دخترم. این ارزروم است کو؟ این ارزروم خداوند. میدونید این رو گفتنی نبودم. ناگهان از دهانم برآمد. یعنی چه جایی باشد؟ چه چای؟ چه فهمونم؟ اودا هوایش فورم است. آدم هایش دیگرم. مثل اینها نیستن. همه چیز در اونجا اصیل هست. در اونجا یگان رفیق دارید؟ بله. رفیق کودکیم. مصطفی. اما که مصطفی در اونجا چیکار میکنند؟ در بازار طربخانه شوشو کباب دارد. طربخانه کباب کرکت چک. بسیار هم طربخانه زیباست. نجی جوان ها رو بار میکنیم، وقت رو زیاد نگیریم. بیا زودتر. مرحمت خانم سویلای. برادران، مهمونهایمان اومده ایستادند. آماده شوید. ممدو و خیر است؟ حادثه مهمی است به گمانم. بله جناب دادستان. نجیب سردار شکم اینها را سر کرده نتوانست به گمانم. مدیر اداره‌مان می آمده است. سرکمیسر آمدند. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید سردارم. مرحمت کنید. مرحمت. برادران، ناگهان جدا شدنی نجیب سردار از بینمان ما را بسیار هم غمگین کرد. سویلای خانم که از او یگان فرقیتی ندارد، باور دارم که مثل پیشینه با وی فعالتر همکاری میکنی. در این مسئله یگان شبهه ندارم. یعنی چی خیل سردارم؟ یعنی که ممدو سردار به جای نجیب یلماز خانم سویلای آمده است. پیش از آنی که مرا به این وظیفه تعیین کردن یک چند تحقیقات ها گذرانیدم. بسیاری شما مدتی دراز است که در این وظیفه می باشید. فکر کردیم که برای شما یک آدم نو بسیار خوب می شود. دردی سرمان آمد. نیازی زن هم آدم است. باوری کامل دارم که همه شما در وظیفه هایی که تعیین می شوید فعالانه کار و دوام می دهید. چه خیل تعیین سردارم؟ برای تعیین شدن من حالا 2 سال دیگر وقت است. سرکمیسر ممدوح نیستید؟ مدیر امنیتی گیریسون. گیریسون؟ چی خیل گیریسون؟ کمیسر نیازی اوغلو، مدیر امنیتی بینگال. بینگال؟ امینش نمیرسید، کاش که بسی بیر روانم بکردم. گاکان شاهین، مدیر امنیتی سینوب. توپرک چکیر، مدیر امنیتی نفشهر. با اجازه شما. عثمان تنر، مدیر امنیتی خطای. حسین تیمل، مدیر امنیتی دیارباقر. جناب تشکر زیاد. تشریف شما به ما روشنی آورد. حالا میدانید این دینداران وطن را به دست گرفتنی هستند. در این حالت مثل شما بر این رسانه بی‌طرف لازم به دوش شما وظیفه زیادی میافتد. همین طور نه؟ آقای حاضرال این شبکه تلویزیون را با مقصد خدمت کردن تشکیل کرده است. ما هم از دستمان می آمدگی کار را میکنیم. حاضرال به شما باید گفته باشد نقشه آب و تاب دادن انقلاب را، استراتژی اساسی را و تاکتیک کار را من میدهم. برای پیشرفت دعوای ارکین کندو حالا نقشه داریم که
انقلاب بلیاز رو عملی کنیم. این کار ساده و سهل نیست خانم. نقشه انقلاب بلیاز را از کدام جهتی که عملی کنید موفق نمیشوید. این کار مشکل است. خیر من میرم. کدام وقتی که خواهید من برای ملاقات آماده ام. برای شما ماشین جیغ زنم؟ نه راننده‌ام در پایان منتظر من می باشد. برای خدمت‌های کرده‌تان با شما یک جهان تشکر رفیقان. در وظیفه نوتان موفقیت خواهم. این وظیفه نو باز از کجا برآمد محترم سردار اداره؟ مشورت گفتنی چیز است. این کاری کرده‌تان خوب نیست. سرکمیسر از حد گذراندید. معلوم که نجیب سردار در اینجا خوب راهبری نکرده است. اکنون آن زمان گذشت. نجیب سردار ما را خوب راهبری کرد. شما بر این 10 نفر که آید راهبری او را کرده نمیتوانید. با شما برای کار. دیدید آقای دادستان همه ما را نابود کردنی هستند. نوبت شما هم آید حیران نمیشوم. نگران نباش. عرضه استعفایم در جبهه. حالا چی کار کنیم سرکمیسر؟ از کجا دانم نیازی؟ هممون استفادیم. ایستید سراسیمه نشوید. آچخیل در این خنوکی زمستان به بینگال رویم. کودکان باید به مکتب روند. به این هم 2 سال شد که از شیرینک آمده بودیم. گریسون شیطان وسوسه میکند که همش را نیست و نابود کنم. توبه خدا. باز با فراغت میکنیم، رقص و بازی میکنیم، مردمان انقلاب را راضی میکنیم. البته راضی میکنیم. اکا جان زیبا. باز تو از کدام گروه لحظ پیدا شدی میزده؟ آقا جان با منی بیچاره کمک کمک کنید برای شراب. اگر پولم تمام شد شراب ننوشم حالم تباه می شود. میفهمید اکا؟ رو از اینجا گفتم به تو. لیکن من شناختم شما کیم بینیک. شما نیستید آخر شمایه. نام مرا از کجا میدونی تو؟ خیریت آمد. گوش کنید در تلویزیون برآمده سخن کرده میتونید اما برای یک بیچاره پول ندارید. ابله تو چه ها میگوی؟ دیوانه ای تو چی؟ خاموش تماشی سواشم زود. گذر در راحت گم میزنیم در راه. شما چی کار میکنید؟ کیستید؟ پسرم با من نگاه کن. این دیوانه رو به بیرون پرتاب. جناب شما هم این بیچاره را چشم وجدان ندارید. این خیلی نمیشود آخر. تو کیستی؟ تو راننده من نیستی؟ مرا نشناخته؟ هیگیت؟ بله. اکنون شناخت. چه ترسم؟ برای چی ترسم؟ ما با آقای هیگیت سالهای دراز است که همکاری میکنیم. همین خیل؟ شما با فکرم شوخی میکنید. البته شوخی است جنابم. حالا سرطان را یک سوراخ میکنیم معاینه سرطان خیلی هوا میگیرد و براحت میشود. اما پروا نکن شوخی میکنیم. شوخی کرده کمی شکنجه کردیم. شما جدی میگویید؟ بله جدی میگویید؟ شوخی نیست. خیلی شوخی را دوست نمیدارد. پس من را با کجا میبرید؟ به یک مکان آرام و بی آدم محترم پروفسور. شوخی نمیکنید آقای هیگیت برادرم. التماس میکنم من هم دیر دارم. پروا نکن دلت را آرام میکنیم. دلت که آرام شد دیگر براحت بشوی محترم پروفسور. جدی میگویید؟ جدی؟ هفته گذشته کس رو با پرمه سوراخ کردند. این رو هم گفتم اونم. مرا فهمیدی؟ خیر نباشد شما از من چی میخواهید؟ پیکه ثابت نام دوستی مرا دستگیر کرده است. تو جایش را نمیدانی ها؟ کی گفتی؟ خیره او را یک هوشیار کردم. ثابت گفتم. ثابت. خبر ندارم. بس کن بهانه. با شرف ناموسم قسم میخورم باور کنید. بس کن. به شرفی درویه. تا یافت شدن ثابت تو مهمان ما میشوی. فهمیدی؟ نجیب سردار و آدمهایش را پراکنده کردیم. آقای پیسگار مهری من به شما باز هم افزون تر شد.
اصلی مقصدمان چوپانی زکی یحیی می باشد جناب. نقشه گفتگیمان را عملی کردن در کار. یک کار کرده از دوای ارکین کاندو دادستان زکی یحیی را از وظیفه‌اش دور کنیم. چونانه که میدونه دوستانی که در سود عالی نشستن موضوع اساسی آنها این می باشد. فرمان دادم برای ارکن کاندو و خودتان را سفید کردن همه دادستان ها را نابود کنید. جناب، آیا آنها ما را نیست می کنند؟ چند وقت شد که نفس دادستان ها را علیه ارکن کاندو حس می کنم جناب با زمین یک دعوا کنیم تا حزبی که در سر قدرت است آن را بندند عجیب می شود. حزب سر قدرت در انتخابات مثل مرغابی لنگ اشتراک می کند. ما باشیم در انتخابات هر کاری خواهیم انجام میدیم. سوها مرغابی لنگ گفتی؟ آنها را دوان به سود عالی میبرم. سود عالی حجت هایی که برای سود عالی تیار کردم به بام خانه رسیده است. پس میفهمند که نابود کردن ارکن کاندو چه خیلی بوده است. پیسگاه را معیوب کرده به کرسی آورده شان را میبینند. محترم جناب، خطا نفهمید. میدونید که اگر یگان حمله عملیاتی علیه من شود در حجره های بیمارخانه طاقت خواب رفتن ندارم. خواستم که این را به شما پیشکی گویم. غمش را نخور. تو را الکی در گروه بیماران داخل کردم. علاوه بر این باز چیزهایی هست که شما آنها را صرف نظر کرده اید. ما دعوای بستن حزب آنها را آغاز نموده پس آنها را از همه کار کنار می اندازیم. اگر آنها به زمین پیشگیری همان 70% آواز گیرند همه نقشه های ما برباد رفته ما را نابود می سازند. 28 فوریه کمی هم باشد این حادثه رخ داده بود. علاوه اون زمان خلق همه این چیزها را پر را نمی دانست. اصلا بستن حزب سر قدرت خطری را ایجاد می کند. ما این را برای ترساندن آنها می کنیم اما 90% احتمال است که این کار علیه ما انجام یابد. تشکر. کو بیا پرنده خوش پرواز من بیا. یکی جان التماس مرا رها کن. من در کجا بودنی ثابت رو نمیدونم. مادامی که تو را پیدا کردیم نباید رها کنیم. البته تو برای ما سخنی گفتنی داری. خیره کامرا رو آماده کن برای ما. حاضر مدیرم. اسباب های استنطاق را هم آماده کن. با فرمان عالی شما موافق شدیم که کردها را در این فتنه همراه کنیم. اتوبوس را آتش زدند. چندین نفر گرد همایی کردند برای این جنایت ها. حالا باشد وقتی آن رسیده است که سوءقصد علیه سردار ترکان ملت کنیم. سوءقصد علیه سردار ترکان ملتگرا مثل سردار کردها آسان نمی شود. احتیاج به نفرانی تجربه داریم. به سردار کردها هم سوءقصد پورا کردن نتوانستیم. راست میگویی سوها. این عملیات به خانه خودمان یا اینکه به تحقیقاتیان گلادیا خطرهای ایجاد میکند. بعد سوءقصد هیچ کس نباید گوید که این عمل ارکن کاندو است. برای حل این کار مشکل از خارج یگان شخص رو میارم. این خیل باشد به همه نشان میدیم که دعوای ارکن کاندو از اول این بود که ضد قواهای خارج مجادله کند. نیت آنها نیز کردن ترکیه بوده. حزب سر قدرت نیز با آنها همکاری میکند. حالا وقتی کاری ملکه یه دختری کبوتر است. متاسفانه نیست شد ملکه. دیگر مثل او کسی یافت نمی شود. از آن دیده برای شما خوبترش را یافتم. بسیار خبرکش و خبر بیار خوبی خواستم. آنها باشند گفتند که مثل ملکه نرم و مثل عطین خونخور است. که بوده است جناب؟ ملیسا استون به نزدیک همراهی ما می شود. این کیمینی کجا شد؟ یگان بار هم دیر نمی کرد؟ ممکن که در راه باشد. جناب پیکاس آمده است. در آید. سلام به همه. عملیات حمله تو چی شد؟ یگید نبود اما یک ماهی کلان را دستگیر کردم. مرحمت شما را به نزد او برم. شاید سوال داشته باشید.
خب کنی رفتیم آی مرا گوش کن تا وقتی که مکان یگید را نگویی اینجا میمونی حمیده اساس کنی گوی یگید در کجاست کم میزنی یا نه گپ میزنم نزدیکتر بیا اما پیکس نآمده مرا آزاد میکنی مایلش گپ زن تو را آزاد میکنم کمی دیگر نزدیک بیا با تو گفتم بیا نزدیکتر بیا تو چی ترسیدی آخر شما دو کسید من هیچ کار کردن نمیتوانم نزدیک بیا همه فکرم زود بدرویم چی گفت شده باشد؟ من میدونم آن طرف رو میبینیم زودتر باش جناب مکان کت را مرد ایون ساخته بود به خاک یکسان کردیم 4 نفر مرد یکی چیه؟ یگید گریخت اما خواطر نشوید وقتی که ثابت در دستمان است یافتن یگید 2 کره 2 است میدانیم که او جسور است البته برای نجات دادن رفیقش می آید ثابت را با دستان خودم کشتن میخواهم چه خیلی که شما میخواهید جناب ها قریب رسیدیم سلاحات را پرتو سلاحات را ان اینجا جناب 1 دقیقه وقتی دارو خوردن شد مرحمت جناب صدای تیرپرانی شما استید جناب با دقت باشید من به درون میدرایم اگر که نبرآمدم از اینجا دور شوید ساعت چند در ارزارو میشه؟ خدا نمیدونم اکا در راه برفی زیاد است خیر ما شب میرسیم بعد تلفن میکنم سلامت آیلا باشید شکر تو اینا باور نمی کردم حالا باشد میرویم رنو من باشم تا حال باور کردن نمیخواهم دادا بخیر است رفیقان؟ بخیر نیست سردارم چی آیا استعفا دادید؟ از آنم بدتر سردار ما را پیش کردن چی؟ پیش کردم فرمانی هممون رو برآوردند میمدو تو چی ها میگویی؟ مردی با قوت بوده ای ثابت کاش که در یک صف می شدیم چه فرمان بوده است؟ فرمانی ارکن کندو وقتی که شما رفتید میدان رو خالی دیدند ما را مثل توپ بازی میکنند از کجا می روید؟
من با گیرسون. با گیرسون؟ خدایا باوریم نمی آید. گیرسون. من به تو چی خیلی میروم؟ خدایا با من کمک کن. اکنون من چی کار میکنم؟ سردار کنی شما تخمین میکنید که با کجا روانم؟ با بینگل. از کجا فهمیدید؟ از افتاد. با هر حال همسایه میشویم. سردارم حالا هم مسخره میکنید ها؟ خدایا چرا این خیل شد؟ نباید این خیل میشد خدا جان. تو را مونده چی خیل میروم؟ خدایا آیا او با من نرفته باشد؟ مرا خوب گوش کن. برای خوبی خودت میگویم. او دیوانه است. در حقیقت دیوانه است. زبانت را کشیده میگیرد. چشمانت را سوراخ میکند. بعد روبرویت نشسته خوراک میخورد. برای همین به تو میگویم که چیزی که میدونی همه‌اش رو با من نقل کن. نمیفهمم چرا انسان یک خطا را 2 بار تکرار میکند. آهسته آهسته گرد، نباشد تیر میخوری. چه شد؟ جانت در کرد؟ نیت گریختن کردی؟ اینقدر با آسانی گریختن نمیتوانی ثابت. کاری آسان نیست. یکیت از این با خبر میشود. یگید برادر، تو انسانی خوب هستی. گوش کن، تو مرا اشتباه میکنی. در اصل من انسانی با قدر و قیمت میباشم. چقدر ارزش داشتنت را حالا میبینیم. مرا آزاد کن روم. وقتی که روم به تو کتابی را روان میکنم که من چه خدمت ها برای این وطن کردم، پس آن را بخوان. من 2 کلاه دارم. یکمش کلاهی پروفسوری کایمینیک، دویمش باشد برای وطنم جانم را در خطر مانده بسیار کارهای فوق‌العاده را انجام دادم. حالا رو برای تو کارمند شایسته وطن که در راه ترکیه مجادله زیادی کرده است، این منم. من باید امتیاز زیادی داشته باشم. بچه ها شما باید این را بدونید. دوستان عزیز من، چی میگوید؟ مواد را ما استفاده بردیم و معاینه سری او تازه شده است. اصول این نابکار همین خیلی است. خیری تو فریفته مکرون رنگ او نشو. او از من و تو دیده عیارتر است. خوش، باز چی گفتنی داری؟ گوش کنید آقای یگید، شما وقتی که تولد نشده بودید من در میدان جنگ بودم. نقشه های امپریالیسم و دینداران را که مقصدشون وطن را پارا پارا کردن بود تنها خودم برباد دادم. میدونی که برای چی نام چلیک بلگین را لایق دانستم؟ میدونی؟ برای اونی که در این سر علیه دشمنان اونقدر نقشه های زیادی موجود است که اگر یگان روز اسیر رفتم از این صندوق آهنین یگان سخن گرفتن نمیتوانند. و این سر حتی تیر تاثیر نمیرساند. این سر نه بلکه محزنی عقل و خرد است. مادامی که اینطور باشد حاضر سنجیده میبینیم. وای این گپ ناگاه از دهانم برآمد آقای یگید. مثل من بر این شخصان با آسانی پیدا نمیشوند. تو یک جوانی با فهمی، بیا از بحر این کار گذر. علاوه بر این من بسیار شخصی با نفوذم. 70 سال چه حادثه‌ای که رخ داده است در حافظه سری من مخفی ثبت شده است. اگر به من یگان حادثه رخ دهد تنها شما جوابگوی نمی باشید.
اگر عشقت نمی بود جان شیرین اگر عشقت نمی بود جان شیرین این حیات ارزش نمی داد اگر تو نباشی مینیک این حیات ارزش ندارد. انا ثابت نامش به عملش موافق نمی آید. قراخان را کشتیم، سردارت را هم کشتیم، تنها تو در قید حیات ماندی. بسیار خوب، نباشد مرا هم نزد آنها روان کنید. برای چی نه؟ اما به شرطی که به ما مکانیگیت را میگویی. من سراسیمه نیستم، تو سراسیمه نیستی پیکاس. نه جناب، چندین روز حتی میتوانیم که ماهای دراز او را در اینجا نگه داریم. مکانیگیت را به ما میگویی؟ مکانیگیت را؟ اگر خودت را کشتنی باشی از کوپلوک خودت را پرتا. پیکاس، تا دمی گب زدنش او را شکنجه کنید. با کمال میل. ببر. автобуси мо кадом аст? ана инаш. эрзурум ҳаст ака? бале. ба ман диҳед ҷуғзонатонро. диҳед ба ман. биёед кани автобуси мо ҳаракат мекунад. сардорам ба йигит хабар надодед? дар кор не. худо медонад ҳоло дар куҷост. ба эрзурум кӣ меравад? боз як каси дигар. ҳаққатонро ҳалол кунед. астағфирулло сардор, ягон ҳаққи шумо ба мо намонда аст. вақте ки расидед мо расидем гуфта хабар диҳед. майлаш албатта мактуб навис. майлаш менависам. ба ҳамсифонам саломи маро расон. каниро ба ман деҳ. чӣ мехоҳем? ман туро ба навор нагирифтам. бори дигар инро дар дастат набинам. бачаҳо илтимос ҷанҷол накунед. алперен, сардорам, гуфтанӣ будам ки чаро меравед. аммо имрӯз ё фардо мо ҳам сафар дорем. ин балое ки ба сарамон омад ҳамаи моро пароканда кард. ноумедӣ як ботлоқест ки ҳафти ғарқ мешавӣ. бо ғайрату кӯшиш бош. пас мебинӣ ки чӣ мешавад. инро ба мо мегӯяд, аммо худатон чӣ? ин маротиба гуфтаамро кунед, кардаамро накунед. то бозид акай мемдуд. худатро эҳтиёт кун алперин. майлаш ба акайиге салом расонед. ҳатман. кани бачаҳо дароед. акай наҷиб илтимос наравед. шуд раъно шуд. акнун дер шуд. 1 2 3 4 курсиҳои мо мебошад. оча то эрзурум ҳамроҳи ин додари девона намеравам. ба худо ӯро аз тиреза мепартоям. майлаш ту бо ман шин, ӯ бо дадааш шинад. кани биё. э духтар, камераи маро бидеҳ. намедиҳам. дар хоби шабат мебинӣ. э оча ба ӯ гӯяд камераамро диҳад. чам дар автобус ҷанҷол накунед. ҳама ба мо нигоҳ мекунад. айб аст. эрзурум меравад. зудтар равон мешавед. шуд раъно. ҳаққатонро ҳалол кунед. дар паноҳи худо сардорам. шумо ҳам дар амони худо бошед. худоҳофиз рафиқ сардор. дар амони худо бошед. ташаккур сардор. роҳи сафед. роҳи сафед. худоҳофиз.
روی سفید سردارم خیر تو بازدی یک روز پس هم ما این خیل سوار شده می رویم. نفهمیدم چه خیل سوار شده می رویم؟ در اتوبوس گیریسون هر دویمون. برای چی این خیل نگاه داری؟ حاضر وقتی شوخی کردن نیست ممدو. چی خیل شوخی رانو؟ شنیدی که ما رو به گیریسون تعیین کردند. من روم تو با من نمی روی؟ در این باره بدتر گپ میزنیم. دختر گفتم کامرام رو ده. نمیدیهم. دادا التماس با دخترتون گپ زنید. هر دویتون رو آگاه میکنم بیفایده جنجال نکنید. تو باشی کامیرا رو به دادرت بده. ای دادا نوربانو بده گفتم. لیکن مرا به نوار نگیرد. مالش نمیگیرد. دادا کینو فیلم عجایب به نوار میگیرم. ما آدم ها را برای آن عذاب بدهیم که از آنها سخن بشنویم. تو را برای خاموش ایستادن جزا دهیم. گوش شما این آن رو خوردی. به من پول میدهند که من سخن کنم آقای یگیت. حاضر من به تو پول را نشان میدهم. التماس میکنم نزنید. خیری او به شلاق زدن نمیارزد. اگر یک شپاتی دیگر زنم به محابا در جایش تر میکند. مدیرم این نوبکار خاص دلی من است. من او را لطکوب کنم. دست در نکند خیری. ناگاه مرده ماند. او را به قطار آدمان حساب کرده باز جنازه هم کردنشان ممکن است. هر روز بگویید این ممکن. بعد داد اما باز مرا به نوار گرفته من از نوار نمیگیرم. در این سینی سالت این خیلی. اگر در یکم فیلم نقش بازی کنی چه خیلی میشیده باشی. خاموش باشید. تمامی خاطره هایمان را پس سر کرده می رویم. خدایا به ما یاری ده. خیری تلفن ما را با او بده. مالش. با این چیکار کنم؟ با نزدیکانت ودا کن میگویم. التماس نکنید. گوش کنید پسرگار مرا بسیار نقص میبیند. مرا مثل پسرش میحسابد. در برابر من کسی را که خواهد به شما میگم من به اون نمیتوانم. ای تو قدر نیم کیلو پمیدور پوسیده رو نداری. با ما چی بدهد؟ کنی زنگ زن؟ خب مایلش. اما با کی زنگ زنم؟ با پسرگار. زنگ زده با او چی گویم؟ خیری این مرا دیوانه کرد. را میپرانم. خیری این مرا دیوانه میکند. میپرانمش. به خدا با او سر و کار گرفته نمیشود. نابکار با ما بازی میکند. چقدر بازی آقای گیت؟ من آماده فرمانهای شما میباشم. این را گفتنی بودم که آخر تو به یک قرار بیا. فرمانبردار چند کس میباشی؟ من شخص کارگر میباشم. از فرمان برداری نمیترسم. معلوم که مکان یگیت رو نمیدانی. راستی گپش رو گویم میدانم، لیکن با شما نمیگویم. اگر جانت را هم گرم نمیگویی؟ غیر از جانم باز چی دارم؟ در این دنیا با ننگ و ناموس مردن برای من بهتر است. همچون دوستان ها آنها بودند. هرگاهی که مشکلاتی به پیشمان می آمد یا به نزد یپای هنری یا که به نزد یکای نجیب می رفتیم،
حالا یگان کس نموند. اوف، این ناعدالتی هست. خیر گریه نکن، کاری شدگی شد. اکنون باید فکر آینده رو کنیم. تو درباره سفر گرسرون جدی میگویی؟ من فکر کردم که تو با من میروی. ممدو، کمی فکر کن. من در گرسرون چی کار میکنم؟ در استانبول تولد شدم، در استانبول خوندم، کارم هم در اینجاست. اگر با اونجا روم من با چی مشغول میشوم؟ آخر در خونه میشینی؟ کارم چی میشود؟ در اونجا یگان کار میابیم. همه ای کارهایی کردم، همش برباد میرود. نمیفهمی؟ یعنی با من نمیروی؟ رفتن نمیتوانم. به اینجا موندنت رو هم نمیخواهم. تو نباید این کار رو کنی. پلیسی هستی و نیستی توست. خودت رو برای یگان چیز فدا نکن. حتی برای من هم. برای من هم نکن. یعنی همش تو اینجا بوده است. در یک شمال پراکنده شوی. از دستم چی میآید ممدو؟ خداوند جزای آنها را دهد. همه چیزمون را از دستمون گرفتن. سردارمون رو، کارمون رو، دوست داشتنمون رو. اگر ما جدا شویم آنها موفق میشوند. رانو، تو باید فهمی. رانو، نیتی من جدی بود. یک جا یک خاندار شدن رو فکر میکردم. جدایی برای من مشکل است. نیتی من هم جدی بود. برای من هم مشکل است. نباشد باید راهش رو یابیم. نه آخر میبینی که نمیشود. شاید این بهتر باشد. تو با راه خودت، من با راه خودم. قلب هم دیگر رو نشکست مسئله را ببندیم. اینقدر با آسانی؟ نباشد ایست. نمیستم. تو بیو. ببخش. با تو رفتن نمیتوانم. در دستی تو ایستد. خاطره از من. گوش کن منیک، کار رو دراز نکن. زودتر به پیزگار زنگ زن. زنگ زده چی گویم؟ بگو که من به نزد شما می آیم. حاضر شما در کجا هستید؟ فهمیدی مرا؟ خوب فهمیدم. به به به، باز چیزی میگوید. گربه ها این خیل میکنن. انسان وقتی که در سکرات مرگ است کلمه شهادت را میگوید. در تو که ایمان نیست این را نمیدانی. اینقدر سفسطه به ثابت. مرد باشی پران. پران پران میگویم. وقتی پراندن است. که مینیک زنگ میزند. کنی جواب دهیم شاید مهم باشد. جناب من با شما گپ دارم. مینیک حالا وقت ندارم. جناب اصلا من هم وقت ندارم. این ملاقات بسیار مهم است. جناب علاج کرده چاره‌اش را یابید التماس. بخیر است؟ جناب یکیت مرا دستگیر کرده است. نخواد که شما نفهمید آخر. چی ها میگویی مینیک؟ نخواد تو را دستگیر کرده باشند؟ یعنی جناب در دست یکیت میباشم. احوالم بعد از اون مرا میکشد. خیره گفتگوی این نابکار مثل مکتوب عاشقی نوشتن است. خدا کسی که بیند میگوید که شعر نوشته این ساده است. تو از عهده کار برآمدن نتوانستی. کنی بمنده تلفن را. بمنده. این ابله گفتن میخواهد که
من در مهمانی یگیتم و مرا یگیت با لط و کوب مهمانداری میکند تا مردنم. یگیت خیر، حیات در بالای کرسی چی خیل بوده است؟ باز در بالای کرسی برقی با 2000 ولت قوه کار میکند. نه درد میکند، نه عذاب میدهد. اوچه میخواهید؟ نه دخترم نمیخورم. دادا؟ نه دخترم نمیخورم. دادا ممکن کمی دیگر با نوار گیرم؟ نوارهای تو هیجند. من بسیار با نوار گرفتم میدانی؟ نوارهای شما چخلند دادا؟ نوارهایم در تو میباشد. 39 قسم سلسله فیلم. دادا جون بهترش من با شما نوارهایم رو نشان میدیم. محلش نشان ده. برای چی نشان نمیدهد؟ چی شده باشد؟ چی شد؟ فیتا ندارد چی؟ در داخلش کاستا نیست؟ یا خدایا یگان بار نمونده چی؟ مونده بودم دادا. به کاستا نوار گرفته نمیشود. من میدونم اپا هم گرفته است. تو گرفتی آن کاستا رو؟ تو گرفتی؟ راستش رو گو. کاستا رو با قوطی اخلوط پرتوفتم. چیکار کردی؟ با قوطی اخلوط پرتوفتم. فهمو؟ ثبت های دیگر نیست. باز چی میخواهی یگیت؟ ثابت را میخواهم. به عوضی کایمینک ثابت را میدهی. به عوض مینیک ثابت را میخواهی او یگیت است؟ های نابکار باز به مقابل من برآمد. کای مینیک در دستش بوده است. از ما ثابت را میخواهد. قبول میکنید؟ در حقیقت تو را دوست می داشته است. با فکرم از خوش رفت. آوازش نمی براید. جناب پیشنهاد یگید را میگویم قبول میکنید؟ اگر قبول نکنم پس چی میشود یگیت؟ دست اول همه معلومات هایش را به نوار میگیرم. پس در سرش سراخی کلان میکشایم و کلش را از سرش جدا میکنم. پیشنهادت را قبول میکنم. چه گفتی؟ قبول گفتم. تو مینیک را کش، من ثابت را. من برای این دعوا چندین انسان ها را فدا کردم. چی این کای مینیک خردکک را فدا نکنم؟ یگان کس قدری بلند ندارد. گوش کن که صاحبت چی میگوید. چی میگوید؟ میگوید که به سرش پران و ماینه‌اش را پاشته. در ماه باز 50 نفر چنین کای مینیکا هستند میگوید. نه جونکم، سرداری من هرگز این سخن رو نمیگوید. تو دروغ میگویی. گوش کن پیسگار، من شوخی نمیکنم. سلاح را به سر این نابکار ماندم و همین حالا این پلید را به جهنم میفرستم. قبزن. جناب محترم پیسگار، التماس میکنم مرا از دست این دیوانه نجات دهید. مرا میکشد. بسیار میترسم جناب. التجا میکنم بیاری دهید. میبخشی مینیک، برای تو یگان کار کرده نمیتوانم. چی؟ پس معلوم شود که معلومات های در مینه سری تو بوده آنقدر ارزش ندارند. پس مینه‌اش را پاش میدیم. گوش کن، به تو چی میگویم؟ مادامی که هر دویمان تفنگچ را داشتیم، اگر خواهی کمی حلاوت بریم. تو چی گفتن میخواهی؟ تا 3 حساب کرده هر دویمان میپرونیم. من ثابت رو میکشم، تو باشی مینیک را. 1 2 ثابت با یکی فدا گفتن را سر کن.
کربلا 3